سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به این ویدیو. بچه ها امروز اومدیم آموزش چسبوندن دو یا چند ویدیو یا عکس به همدیگه توی اینشادو آموزش بدیم. بچه ها قبل از تماشای ویدیو لایک و فالو و کامنت فراموش نشه که به شدت ببینید چه کارم پسی داره. بی‌معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه ها خیلی خوش اومدین. اول کارشو میکنیم وارد برنامه اینشات میشیم، رو گزینه ویدیو کلیک میکنیم، اون عکس یا ویدیویی که مورد نظرمون هست رو انتخاب میکنیم. بچه ها الان که دارین ویدیو نگاه میکنین میبینین که این دو تا عکسی که من انتخاب کردم مثل یک فیلم به همدیگه متصل شده. بچه ها فقط یادتون باشه اگر میخوان یک عکسی اول ویدیوتون باشه باید اول اون انتخاب کنی، یا اگر میخواین عکسی آخر ویدیوتون باشه باید آخر اون انتخاب کنیم. و اینکه یه چیز دیگه بچه پایین این وسط یه گزینه سفید رنگ میبینیم که اگه رو کلیک کنیم میگه که میخوای چجوری باشه، یعنی اینکه چجوری وارد صحنه بعد بشه، اینجوری یهو وارد بشه یا به این شکل یا با شکل‌های مختلف دیگه. خب بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اینکه هر موقع خواستین آموزش‌های دیگه از اینشات یا برنامه‌های دیگه رو با هم دیگه تجربه کنیم حتما تو کامنت ها بهم بگین و لایک و فالو و کامنت فراموش نشه. بچه‌ها مرسی که هستین، مرسی که حمایت میکنین. حرف خاصی نمیمونه تا ویدیوی بعدی. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.